اصلا 4 تا انسان دنیا را گرفتگی است. یکمش همین نمرود ای، دویمش همین بختنصر ای کافرا، ای مسلمانا حضرت سلیمان علیه السلام گرفتگی، حضرت اسکندر ذوالقرنین گرفتگی. پیغمبر خدا گفت زود است که پنجمش می آید دنیا را میگیره که امام مهدی است، ظهور امام مهدی است که دنیا را میگیره. گفتن یا رسول الله کی می آید امام مهدی؟ گفت همون زمانی که روی زمین پر از ظلم شود. امروز اگر ببینیم یک نشانه هاش هسته که میبینیم مردم مسلمان در کدام حالت که خدا عالما را میگه میبرداره، عالما را میبرداره. و یبقی فی الرأس الناس جهلا، در رأس مردم جاهل ها میمانند. و یفتنون بغیر علم فیضلون و یضلون. گفت مردم به علمانه فتوا میتین، خودشون گمراهن، مردم به گمراهی میبرند. برای می برادران عزیز صحبت ما در موضوع حضرت ابراهیم علیه السلام بود. حضرت ابراهیم علیه السلام ما صحبتش برای شما میاریم اکی داملوی جا کلام مونای اکو در صحبت ما همین بود که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی می بینیم خداوند اولین بار به جانش خداوند حضرت ابراهیم انتخاب جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانش کنی و هر دو جهانش بخشی، دیوانه ای تو هر دو جهان را چه کند. حضرت ابراهیم علیه السلام اگر ما میبینیم در همان زمانی که نمرود اصلا 4 تا انسان دنیا را گرفتگی است. یکمش همین نمرود ای، دویمش همین بختنصر ای کافرا، ای مسلمانا حضرت سلیمان علیه السلام گرفتگی، حضرت اسکندر ذوالقرنین گرفتگی. پیغمبر خدا گفت زود است که پنجمش می آید دنیا را میگیره که امام مهدی است، ظهور امام مهدی است که دنیا را میگیره. گفتن یا رسول الله کی می آید امام مهدی؟ گفت همون زمانی که روی زمین پر از ظلم شود. امروز اگر ببینیم یک نشانه هاش هسته که میبینیم مردم مسلمان در کدام حالت قرار دارند. کودک های را که از زیر بیتان ها میبرارنشون، آنها میگن ما میریم به پیش خدا میگیم که چی معامله به ما کرده شد. یکی از نشانه های قیامت. برای همین حضرت ابراهیم علیه السلام وقتا که ما درباره حضرت ابراهیم علیه السلام گپ میزنیم، وقتی خدای بزرگ در قرآن عظیم شان چی میفرماید؟ و من احسن دینا ممن اسلم وجه لله چی؟ و هو محسن. شما ببینید خداوند میگوید چی کس نیکوآیین‌تر از آن کسی است که چه اسلم وجهه لله هو محسن. یعنی او آدمی است که تسلیم کرده، یعنی وجه، یعنی رویش را، یعنی نفسش را تسلیم الله کردگی. هو محسن میگه او چی است؟ او نیکوکار است، او یعنی موحد است، بر بالای همه امرها اختیار قرار داده. و ما اهتممت بما تکفل الله به، گو من پروا ندارم اون چه که در مقدرات من کشیدگی او می آید به بالای من پروا ندارم. گفت و ما تعشیت و ما تغدیت الی مع الضیف. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت نه بیگاه و نه سحر من به مهمان طعام نمیخوردم. حضرت ابراهیم علیه السلام یعنی به مهمان طعام خوردگی نیستند عمرشان. حضرت ابراهیم علیه السلام برای همین خداوند خلیل خود خواند. برای همین حضرت ابراهیم علیه السلام ببینیم در زندگیشان به تنهاییشان بدن، تنها بدن در مقابل نمرود خواستن چی؟ حق بیان کردن. وقتا میبینیم قال انا سقیم، گفتن من بیمار هستم. حضرت ابراهیم گفتن اینا قطعی پدرشون مجبور میبردنش به نوروزگاه که کچه در همون زمین غلطون گفت که من بیمارم، من نمیرم به نوروزگاهی همون نمرود نمیرم. و بعد آش تاگو رو گرداند و گفت تالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. قسم به خدا گفت من چاره‌بینی میکنم به تو که شما گروه گردانی. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتا که اینا چور رفتن فجعلهم جزازا الی کبیر لهم لعلهم الیه یرجعون میگه خدا. یک میگه
همش پاره پاره کرده، همون کلانی که داشتن همون را مانده. گفت شاید که همینا به سوی همی بگردن، شاید به سوی همی بگردن. بیا ببینم به توشنا. قال من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. گفتن این کی به این خداهای ما کرده است؟ این ظالم آدمه. قال سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. گفتن ما یک جوانی را شنیدیم که او را ابراهیم میگفتن، همین بت‌های ما را تحقیر میکنن. فاتوا به علی الناس. گفتن بیارینش در نزد مردم شهادت بیان. قال من فعل هذا بآلهتنا یا ابراهیم. گفتن تو کردی به همین خداهای ما؟ حضرت ابراهیم گفت قال بل کبیرهم، که همین کلانشون کرده. فاسألوا من كانوا ينطقون فرجع الى انفسهم فقال انكم انتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم قد علمتم ما لا ينطقون. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که همین خدای کلانشون کرده، یعنی میره بپرسید. گفتن آخه بیا بگشتن به سوی نفسشون. گفتن آخه میدونی که آخه اینو گپ زدن. قالوا انکم انتم ظالمون. گفتن واقعا اینا به سوی خودشون گشتن که گفتن ما ظالمیم، میدونستن که همین اونها حقن. و حضرت ابراهیم علیه السلام گفت برایشون که چی؟ برای همینا گفت که اوف لکم، وای بر شما. گفت لما تعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا و لا یضرکم، اوف لکم لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. و در این حالت اینا گفتن که وای بر شما که همین شما یک چه در عبادت میکنه که او شما را نه فایدتون میرسونه نه ضررتون میرسونه، شما میره عبادت بکنین. آیا عقل نداره؟ به اینا چی گفتن؟ حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. گفتن یعنی همین را بسوزونین، آلهاتون خداهاتون چی نصرت برسونین. همینجا میگه حضرت جبرائیل علیه السلام به سراغ وقتی که در آتش میپرتافتنش، حضرت ابراهیم علیه السلام چی؟ همینجا میپرتافتنش. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که در آتش میپرتافتنش، میگه جبرائیل به سراغش آمد. و الیک گو حاجه، به سوی من حاجت داری؟ و الیک گو لا، به سوی تو من حاجت ندارم. گفت فاسأل الله، الله را بپرس. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که الله از حال من آگاه، او کسی را میپرسه که او چی نمیدانه، از حال من آگاه نیست. و نگاه میکنیم همینجا میگه وقتی که در آتش میپرتافتنش گفت که حسبی الله و نعم الوکیل، یا الله انت فی السماء احد و فی الارض انا احد اعبدک. گفت خدایا تو در آسمان تنهایی، من در زمین تنهایی. همین گناه من همینه که من تر عبادت میکنم. به همینجا خداوند چی گفت؟ یا نار کونی بردن سلام علی ابراهیم. گفت ای آتش سرد شو، سرد شو، ابراهیم نسوزان. اگر حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرین میگه سلام علی ابراهیم نمیگفت، ابراهیم از خونکی هلاک میشد، از خونکی ابراهیم علیه السلام هلاک میشد. دیگه سلام علی ابراهیم گفت ای آتش سرد شو، خنک شو، ابراهیم من سلامت نگاه بدار. برای همین وقتا در بدایت نهایت میاره که میگه مادرش همین تدیدش گو ابراهیم ربی تو حقه، گو بیام، گو بیا. همین میگه آتش پاره کرد، میگه به پیش چیره حضرت ابراهیم علیه السلام و مادرش آمد، در آغوش گرفتش مادرش. رب گی تو گو حق ابراهیم. برای همین آن که لطفی خیش را اظهار کرد، با خلیلش نار را گلزار کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام چی؟ وقتی که لطفش خداوند اظهار کرد، نگاه کنین آتش برای سوختن ابراهیم نمی سوزد، کار برای بریدن اسماعیل نمی برد. برای چی؟ فرمانی الله نیست. برای همین خداوند میگه که و این امسسک الله بزور فلا کاشف له الا هو. میگه این امسسک الله بخیر فهو علی کل شیء قدیر. اگر در خیر قرار میده یا جانبی اعمال، اگر در ضرر قرار بده تمام دنیا جمع شوند. عبدالله ابن عباس پیغمبر در کنجکش سوار کرد و اگر همه مردم دنیا جمع شوند، ای عبدالله اگر بخوان به تو منفعت برسانند، منفعت رساندن نمیتونن. اگر بخوان ضرر برسانند، ضرر رساندن نمیتونن. الا ما قدر الله لک، آنچه را که خداوند مقدر کردگی همو هست. بله ما در زندگیمون باید ما و شما
هر چی که هست او را از جانبی که بدانیم از جانبی الله ذوالجلال بدانیم. برای همین نگاه میکنیم در حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند دو چی امتحانش گرفت. یک امتحان حاضر گفتم به جانش گرفت، دوم امتحان به چی میبینیم به فرزندش گرفتش، به فرزند زنش که اگر میبینیم حضرت ابراهیم علیه السلام در 86 سالگیش حضرت کی را یافتند؟ حضرت اسماعیل علیه السلام یافتند. حضرت اسحاق علیه السلام 120 سالگیشون یافتند. نگه حضرت ابراهیم علیه السلام همینجا فرزند شقتی زنش میبره در چی؟ نزد خانه خدا در حرم میگذاره. اگه دویم انتحام ایده میاره در پیش حرم میگذارش. هر چند هاجره ابراهیم میگه حضرت ابراهیم به سوی خفا نگاه نمیکنه، میگه افعل که امر الله، میگه حالی کاری خطه یا میگه امر خدا، میگه امر الله، میگه امر الله که باشه ما را کفایه میکنه. به حضرت ابراهیم علیه السلام میام تپدو دست شمه بردانه میگه ربنا اینی اسکن تو من ذریتی بغیر ذات زرع بوادی غیر زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل افئدة من الناس تهوی الیه وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. حضرت ابراهیم هم دعا را میکنه ربنا اینی اسکن تو من ذریتی بوادی غیر زرع، میگه خدایا میگه من همین فرزندام در چی گذاشتم؟ در یک بعضی فرزندام می تبعیضیه بعضی فرزندام در یک وادی گذاشتم که در اون وادی چی؟ نه آبایو، نه علفایو، نه انسانیتایو، یگان کس نیست اوجا. حضرت ابراهیم آورد هاجره را قطی اسماعیل علیه السلام همونجا فرد میگه گذاشتون، یک مشق آب بده، یک سبد خرما، میگه یک تمام شد. هاجره مادرمان پایان میدوید، بالا میدوید، نگاه میکردی کودکش همی تمیل و طبقه به قول خودمون جان داده ایستاده. نخواست که در همین حالت هفت پیچه که همون صفا و از صفا به مروه، از مروه به صفا هفت پیچه که امروز حاجیان میگذارن میدوید. حضرت هاجره مادرمان میگه وقت صدای جبرائیل شنید لا تحزنی، گو غمگین نباش، این اهل خدای اسماعیل علیه السلام خدا هلاکش نمیکنه. گفت در همینجا چی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام برادران عزیز همینجا حضرت هاجره آمد که در همین زمزم حضرت جبرائیل به دبال چی؟ همین آبی زمزم یعنی جاری کرد. همینجا پیغمبر خدا میگه خدا رحمتش کنه مادری، میگه اسماعیل اگر همین حوض نمیکرد، حوض کرد در همون مشکش آب گرفت، اگر همین خیل نمیکرد میگه تمامی وادی مکه در آب چی؟ جاری میشد. میگه هاجره مادر من همین حوض کرد. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه اگر همین حوض نمیکرد یعنی تمامی وادیای چی در مکه در همین حوض آب زمزم جاری میشد. زیرا که آب زمزم بسیار آبی با برکت است. اگر یه آدم با واسطه به خاطر فرزند اگر شکمش پر کنه، پیغمبر خدا گفت یعنی فرزندش میتونه با واسطه اگر علم بخواه باش پوریش شکمش بخوره، خدا علمش میتونه بیمار باشه، خدا به هر نیتی که آب زمزم خورده شوه برای چی؟ برای انسان شفا آور است. برادران عزیز حتی پیغمبر خدا گفتن هم طعامه هم شرابه. حضرت هاجره مادرمون در همه جا گذاشت، یعنی ای آبی زمزم که پیدا شد نگاه میکنیم چی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام در اینجا برادران عزیز از این آب چی؟ مادرمون هاجره و اسماعیل استفاده بردن. این چه قدوم حضرت ابراهیم علیه السلام ای که حضرت ابراهیم علیه السلام میگه و جهاد فی سبیل فتربصوا. خدا میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو برامتان اگر پدرهاشون، اگر بگو فرزندهاشون، بگو اگر برادرهاشون، بگو اگر زنهاشون، اگر بگو خشتبارهاشون، بگو کسانی که پول مال زحمت کشیدگیان یافتگیان و در تجارت سرش دادگیان، اگر همین و المساکن ترزونها این خانه های را که زینت دادگیان، خانه های را زینت دادن، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. خدا میگه بگوشون اگر اینها خانه های را که یعنی چی؟ زینت دادگیان یا مال را زحمت کشیدن، عرق جبیر ریزاندگیان، کسانی تجارت میکنن آنها میدانند، دایم نگرانن که میگن دلار خیس، پول خیس،
ارز خارجی خیست، دایم انسان های تجارن دایم نگرانن که حال ما چی میشده باشه. خدا میگه همان مال را که شما زحمت کشیدین در تجارت سرش دادین، دایم نگرانه که حال ما چی میشوه. اما خانه های را شما زینت دادین، اگر محبوب از خدا و پیغمبر باشد، از جهاد در راه خدا بالا باشد، در انتظار عذاب باشین. در اینجا حسین واعظ کاشفی میگه که بغیر حضرت ابراهیم دیگه همه میغلطن در این اتهام همه میغلطن. برای چی؟ این خیلی برای زن و فرزند ما میدویم، برای خدا نیست بیورا ما نمیدویم. این خیلی برای دنیا تلاش می‌کنیم، برای آخرت ما کم تلاش داریم. ببینید پدرهامون، حضرت ابراهیم علیه السلام ببین از آذر پدرش به چی رو گردان. وقتا گفتش که بیا به همراه ما در نوروز بریم، نوروز ده یک نوروز داشت، همین نمرود نوروز داشت، بیا بریم. بگه در راه رفت و گفت که ان سقیمون گفت من بیمارم. خود چه پرتو در زمین میگه. حضرت ابراهیم در نوروزگاه نمرود حاضر نشد. در نمروزگاه حضرت ابراهیم در نمروزگاه چه؟ نمرود حاضر نشد. گو ان سقیمون، من بیمارم. بر رو بگو کالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. آیسته گو اگر شما رو بگردانیم برید، من به بت‌های شما کاری انجام میدم. برای همین حسین واعظ کاشفی میگه که آن کس که تو را شناخت جان را چی کند. حضرت ابراهیم علیه السلام الله را که شناخت در 16 سالگیش ببینیم حاجی واردی آتش جهنم آتش میکنن، در آتش میپرتاینش. برای چی؟ برای الله میپرتاینش. همین شما گوش کنین به اهمیت که حضرت ابراهیم علیه السلام چی میگه صحبت کنن. اگر ببینیم رب حضرت ابراهیم علیه السلام هم همینجا گفتن که ربنا اینی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، در پیش خانه تو گذار. و همه جا دعا کردن که خداوند فرزندای ما را ای جمله نمازگزار بگردان. ببینید همه جا حضرت ابراهیم علیه السلام یعنی چی؟ همه و مثال بعضی قلب ها را به سوی خانه تو روانه کن. ورزقهم من الثمرات، از همین ثمرهای میوه های همینا را رزق و روزی بده لعلهم یشکرون، شاید که ترا شکرگزاری کنند. برای حضرت ابراهیم علیه السلام اگر ما در طول تاریخ نگاه کنیم، حضرت ابراهیم علیه السلام جد الانبیا، از همه مقامش شیخ الانبیا، از همه بالا مقامی که مقام حضرت ابراهیم علیه السلام. برای می برادران عزیز اگر فکر کنیم حضرت ابراهیم علیه السلام چه شخصیت چیان در تاریخ اگر ما فکر کنیم، یگانه مرد قهرمان میدان کیه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام است که در مقابل نمرود به تنهاییش کیستن. اگر ببینیم همینجا بسوی اگر شام میروه، همینجا قطعی حاجر ساره میروه، در این حالت قطعی ساره میروه. ببینیم در زندگیش حضرت ابراهیم علیه السلام برادران عزیز، حضرت ابراهیم علیه السلام از همه مشقت ترین پیغمبرها عذاب در این راه کشیدن. ثم الامثال پیغمبر خدا گفتن همین خیل برای مردم رفته میشه. برای همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابراهیم علیه السلام چی در شب معراج گفتم در آسمان هفتم در بیت المعمور یافتنش که تکیه زده بودن. پیغمبر خدا میگه از همه مقام بالاترین مقامی که مقام ابراهیم علیه السلام. برای پرسیدنش برای چی؟ گو اولین کسی در روی زمین مسجد بنا کردگی حضرت ابراهیم علیه السلام است. اولین مسجد را که بنا کرده خانه خدا را کعبه را یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام است. مقامش از همین جد از همه بالاتر چی؟ مقام ابراهیم علیه السلام است. و حضرت ابراهیم علیه السلام یا پیغمبرها را اگر ما و اگر بدایت نهار نگاه کنیم، تمام پیغمبرها یک فضیلت یک بزرگی هر کدامش هر برای خودش چی خاصیت داره. همین صحابای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم ببینیم هر کدامش به خودش یک چی یک مقام و منزلت داشتن. اگر ببینیم هر کسی در همین جامعه‌ای که ما هم شدگیم هر یک کسی به خودش یک خصلت داره که خدا دوست می‌داره. بعضی خصلت‌های صحابه را گفت پیغمبر دو خصلتی در تای خدا دوست می‌داره.
دو خصلت در ما بعدش میبینه. بعضی خصلت های داریم خدا بعدش می، بعضی خصلت های ما داریم که خدا هم خصلت ها از ما دوست میداره. همین خصلت ها در همه پیغمبران را اگر نگاه کنیم، سلاله پیغمبران را اگر سلسله پیغمبران را نگاه کنیم، حضرت ابراهیم علیه السلام بابای همه پیغمبران از بنی اسرائیل یا از پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همین خیلی برگزار شده می آید. برای همین برادران عزیز در اینجا من قصه را تمام میکنم و این برادرایی که هستن با صحبتشون داده شود. خداوند بپرسیم که اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه و الحقنا بالصالحین. اگر حضرت یوسف علیه السلام ببینیم، امی عزیز مصر بودن دعا کردن که توفنا مسلما و الحقنا بالصالحین. گفتم پروردگارا گو من مسلمان بمیران و با همراه بزرگانت من محشور بگردان. همین دعا را میکنیم که اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه و الحقنا بالصالحین. پروردگار به ما و شما نصیب و روزی بفرمای. پروردگار گذشتگان خاندان قبرهاشون پرنور و جاهاشون جنت بگردان. باقی ماندگان خاندانشون عمر درازی با برکت سعادتی دارن نصیب شما. به رحمتت.